تجربه اول از یوگا دیگه نمیریم. واقعا بریم یوگا. کلا اولین بار میخوام یوگا رو امتحان کنم، چون همونجور که گفتم من کلا خیلی ورزش‌های آروم رو امتحان نکردم و این اولین بارمه. یعنی من شنا رفتم، هندبال، فوتسال، بدنسازی، تیاریکس، نمیدونم زومبا، همه ورزش‌های اینجوری رو رفتم. هیچ وقت یوگا رو امتحان نکردم. حالا بریم ببینیم چه شکلیه. یه سری وسایل میخواد برم که آماده کنم و همزمان با هم آماده شیم. این چیزی که میخواست این بود که تا 2 ساعت قبل از کلاس هیچی نخوریم و فقط دهنمون رو با آب نمک بشوریم که من این کار رو کردم. واقعا دیرم شده. حتی 8:30 و من 9 باید اونجا باشم و 10 دقیقه یه رو هم راه دارم. یعنی اینکه باید توی ربع ساعت همه وسایلم رو جمع کنم. رو خودکار باید یکم برم سریع میوه بگیرم. همچه وقت نمیکنم بشورم، مجبورم همونجا بشورم اینجا بشه، چون ندارم الان. بعد تو توضیحاتش گفته که باید یکم میوه بیارید با خود. میوه رو گفتم دوستم بیاره که زودتر برسم و منتظر استپن. گیر نمیاد. چرا همیشه ابروهای من به این سمته؟ حتما باید برم آرایشگاه درست کنم. من اصلا آدم آرایشگاهی نیستم. استم گیر نمیاد. یه سوال، قبول دارید سفید صورت خیلی بمیاد؟ 5 دقیقه به کلاس مونده و هنوز قبول نکردم. تجربه اول از یوگا دیگه نمیریم. من بخوام بیشتر بهتون بگم، من چون دیر رفتم تنفس‌های شکمی که اول داشت رو خب انجام ندادم تو 10 دقیقه اول. بعدش یه سری حرکات مثل این انجام دادیم و بعدش رفت سراغ تنفس‌های شکمی حرفه‌ای‌تر که من چون اولی انجام ندادم انگار عضلات شکمم عادت نکرده بود. بعد اینجوری بود به عضلات فشار که می آوردی عضلاتم گرفت. بعد اصلا دیگه از بعدش این شکلی بودم. ولی کلا بخوام بگم برای من اینکه ورزش‌های حرکتی کنم و ذهنم آروم شه خیلی باحال‌تره تا اینکه با یوگا. ولی میتونم اینو بفهمم که خیلی ها میتونن با یوگا ذهنشون آروم شه، چون واقعا ذهن آروم میکنه. این که دیگه به هیچی فکر نمی‌کنی، حواست میره روی تنفسات. ولی واسه من جواب نیست. من ترجیح میدم دوچرخه سواری کنم. جالبی چیه؟ من انقدر در مورد دوچرخه سواری هم صحبت میکنم، از وقتی اومدم تهران 2 ساله دوچرخه سواری نکردم. ولی خب این شکلی بود که وقتی شهرمون بودم من همیشه سوار دوچرخه بودم. هر جا میخواستم برم با دوچرخه میرفتم، حتی بازار میرفتم با دوچرخه میرفتم، حتی امتحانات پایان ترم دبیرستان من با دوچرخه رفتم دادم. ولی خب از اونورم میتونم دوچرخه‌مو بیارم، ولی نمیدونم استفاده میکنم اینجا یا نه، چون الان مثلا تابستون شده گرمه. ولی شاید بیارم که تو فصلهای دیگه استفاده کنم. میخوام که بعد پاشم کارامو کنم. فعلا من اینا رو کجای دلم بذارم؟ ولی خبر خوب اینجاست که غذا داریم. نمیخواد غذا درست کنیم. بعد دعا کنم که دارم میمیرم از گشنگی. از ساعت 9 صبح الان من فقط میوه خوردم. البته یکم 3 ساعت کم خواب بودم.
بذارید بریم درس شروع کنیم. سلام از فردا. حس میکنم هیچ وقت نمیتونم ولاگ تره باری که دوست دارم رو بگیرم. سلام. ساعت 9:30 خب پا شدم امروز. بعد ساعت 10:30 زدم بیرون، رفتم کادو دوستم رو پست کردم. از اون ور اسنپ گرفتم، رفتم باورتون نشه شلواری که واسه بابام ویدیو فکر کنم اول یا دوم گرفته بودم تنگ بود. بعد دوباره خانواده هم پستش کردن. من رفتم یه پیرهن صورتی گرفتم آوردم اینجا و دیشب بازش کردم. 2 روز پیش گرفتمش و دیشب بازش کردم، دیدم خیلی بزرگه. واسه همینم امروز بعد از پست اسنپ گرفتم رفتم اونجا عوضش کردم. بذارید بیارم ببینید چی گرفتم. اینو گرفتم که یه جای توسی طوره، نمیدونم چرا تو ویدیو اینجوری در میاد. ببینید چی جور میشه. توسی گرفتم چون فکرم راهه. بعدش رفتیم تره باری. الان باید بریم چیزایی که گرفتم و مرتب کنم و بشینم درس بخونم، زبان بخونم. دیشتی ماشاءالله. راستی مقالم رو تموم کردم. حتما لینکش رو وقتی مثلا یه روز قبل از این ویدیو میذارم. وقتی این ویدیو رو گذاشتم هم دوباره میذارم. ماشاءالله فکر کنم خیلی خوب شد. و بزنید بریم. راستی میخواستم لباسم هم بهتون نشون بدم که مامانم برام گرفته، مامانم خریده. مامانم میبینید. آره وقتی شلواره رو واسم پست کرد اینم باش برفرست. اوشمله قشنگه. بریم. صبح خیلی بهم فشار اومد و خسته شدم. غذا درست کردم و اینا، کلا الان چپم و خیلی یهو خواستم یه سریالی رو شروع کنم. دیدم سریال ترسناکه. بعد من کلا نه فیلم ترسناک میبینم نه سریال ترسناک. الان ندیدم، مثلا خیلی کم پیش اومده فیلم ترسناک ببینم. بعد دیگه یهو یادم افتاد که خیلی وقت دوست دارم آنچلی رو شروع کنم. من آنچلی قبلا دیدم، خیلی دوست دارم این سریالو. اگر ندیدین واقعا حتما ببینید، کلی حس خوب توشه. الان میخوام دوباره شروعش کنم. تازه خیلی هم کم پیش اومده که یه سریال رو بخوام دوباره ببینم. مثلا شاید دومین سریالی باشه که دارم دوباره میبینم. اولی هم تازه یادم نیست الان چی رو دوباره دیدم. بریم ببینیم. سلام بچه ها. من داشتم ویدیو رو ادیت میکردم. بعد غذایی که درست کردم خیلی خوشمزه شده بود دیروز. برای همینم گفتم بیاین یه دست و پختی ازش بگم که حتما درستش کنید، در صورتی که چیز خاصی هم نداره. کتف و بال هر ادویه‌ای دارید میذارید داخلش. آب لیمو، نمک و کره بزنید حتما. اینا رو بزنید. ذرت هم از اون ور اومدم سرخ کردم، ولی واجب نیست سرخ کنید. میتونید آب پس کنید. آب پس به نظرم خوشمزه تر از سرخ کردن. تازه سرخ کردن کلی هم روغن مصرف میشه. یه سوسی هم داشت کردم خیلی خوشمزه بود، بهتون بگم.
کلا که این سس خیلی خوشمزه است. اینو بگید ات حتما میافتاد. بعد من اومدم چیکار کردم؟ سس ماینوز، آویشن، نمک، فلفل و این سس رو با هم قاطی کردم با آب لیمو تازه. خیلی سس خوشمزه ترم شد. میتونید اینو درست کنید و عشق کنید. حالا الان دیگه گفتم اومدم ویدیو میگیرم و اینا، غذایی هم با هم درست کنیم. من چی درست کنم؟ سیب زمینی و قارچ و آبم قطع شده، آب ساختمون و آبایی که واسه جنگ ذخیره کرده بودم و در بردم که با یکیش سیب زمینی رو بشورم. البته بعد با قارچم دوباره یکی دیگه بیارم. اینم بذارم یخچال که خیلی تشنمه. و الان برقم رفت. نه از جایی که برق رفت دیگه نمیتونم گاز رو روشن کنم که سیب زمینی خورد شدم و بذارم روی گاز و یکم آب پس شه. نه بعدش میتونم بذارم توی فرایر که دیگه بشه اون مدلی که میخواستم درست کنم. و ایده ویدیومون نصفمون تا دفعه بعدی که بتونیم با همین غذا رو درست کنیم. مرسی تا اینجا همراه هم بودین. تا ولاگ دیگه و یه روز دیگه با من. فعلا